بچه امروز میخوام یه نارمالاد خوشمزه بهتون آموزش بدم. تا فصل توت فرنگی تازه است، میتونید درستش کنین و لذت ببرید. خب ما اینجا حالا به دلخواه خودتون هر چقدر که بخواید میتونید درست کنین، ولی من الان این مقدار لازم داشتم گفتم الان درست کنم. یه چند تا توت فرنگی رو میشوریم، یه لیوان آب میریزیم، بعد بهش نشاسته ذرت اضافه میکنیم و شکرم به دلخواه خودتونه. اگر میخواید خیلی شیرین بشه زیاد بریزید، اگر نه میخواید مثلا معمولی باشه در حد 2 تا قاشق بسته. البته بستگی به تعداد توت فرنگیاتون داره ها، اینم در نظر بگیرید. خب ببینید من اینو یکم با هم ترکیبش میکنم که اینا قشنگ به خورد هم دیگه برن. بعد به مدت 20 دقیقه میذاریم اینا با هم دیگه خوب به اصطلاح بجوشن. بعد با گوشتکوب برقی یا هر وسیله‌ای که حالا خودتون دوست دارین اینو بلندش میکنیم. ببینید بعد از 20 دقیقه پختن این قشنگ الان شروع کرده به نرم شدن دیگه. الان آماده است که بلند بشه. بعدش میذاریم خنک میشه. بچه اینو میتونید نگهش دارید توی شیشه دربسته داخل یخچال، حداقل حدود 2-3 ماه میمونه، یا اگرم بخواید حتی میتونید داخل فریزر بذارید و نگه دارید، چون هیچ گونه مواد افزودنی یا نگه دارنده نداره، اصلا خراب نمیشه. فقط حتما در شیشه رو محکم ببندید که هوا نره داخلش کپک بزنه. خب این از مرحله پایانی که قشنگ ما توت فرنگی له شده دیگه. به این مرحله که رسید کافیه. فقط یکم میذارید آبش جمع بشه و میذاریم خنک بشه و بعد استفاده میکنیم.